امام ابن عبد البر در کتاب جامع بیان العلم و فضله میبیارد، میگوید که ابراهیم ابن ادهم یکی از عالمان بزرگ گذر کرد به یک بازاری. ابراهیم ابن ادهم گذر کرد. بازار در چی بود؟ در بصره، عراق، شهر بصره. پس وقتی که مردم مرا دیدن، بسیار مشهور بود، عالم بزرگ، مردم گردش جمع شدن و پرسیدنش ای ابا اسحاق، کنیش ابا اسحاق بود. گفتن ای ابا اسحاق، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا. پس گفت که پرسیدنش که چرا ما الله دعا میکنیم و دعای ما مستجاب نمی شود، قبول نمی شود؟ پس امام در جواب گفت برای آنه که دلهای شما مرده است، دلهای شما مرده است به 10 چیز. از 10 چیز مرده است دلهای شما. تصور کنید که میگه 10 از 10 چیز، یا که به 10 چیز مرده است، به 10 چیز زنده نیست، همون 10 چیز. قالوا و ما هی، گفتن که ای امام همون 10 چیز چی است؟ پس امام گفت انکم عرفتم الله فلم تؤدوا حقه. هر آینه شما الله شناختید، الله شناختید که این الله است، معبود ماست، ما را آفریده است، رزق میدهد، شفا میدهد. پس حق او را ادا نکردید، حق الله ادا نکردید. حق الله بالای ما چیست؟ عبادت کردن او و شریک نورزیدن به او. زعمتم انکم تحبون رسول الله صلی الله علیه وسلم، دعوا کردید که ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دوست می‌داریم. ثم ترکتم سنته، پس دوست داشتن شما پیغمبر دعوا است، حقیقت نیست. میگویید که ما دوست می‌داریم رسول اکرم و سنت او را ترک میکنید. پس گفت قرآن خواندید و به قرآن عمل نکردید. قرآن میخوانید، به قرآن عمل نمیکنید. نعمتای الله که به شما را میدهد شما او را خوردید، آشامیدید و حقی همون نعمت ها را که برای شما داده است سپاسگزاری نکردید، شکرگزاری نکردید. گفتید که هر آینه شیطان برای ما دشمن است و به شیطان موافقت کردی، کارهای شیطان انجام دادی، موافق شیطان. گفتید که جنت حق است، برای جنت عمل نکردید، برای در آمدن جنت عمل نکردید. گفتید که هر آینه دوزخ حق است و از دوزخ نگریختید، یعنی که کارهایی که دوزخ میبرند از آنها نگریختید، آنها را انجام دادید. گفتید که هر آینه مردن حق است، پس برای مردن آماده نشدید، توشه برای خود آماده نکردید. انتبهتم من النوم و اشتغلتم بعیوب الناس. انتبهتم من النوم، از خواب بیدار شدید، یا که از خواب آگاهی شدید، از مرگ آگاهی شدید، نه از خواب آگاهی شدید. فیلم خطایی و فیلم سیاست. و اشتغلتم بعیوب الناس، میگه از خواب یک بیناگه میگه بیدار شدید و به چی مشغول شدید؟ به عیبهای مردم مشغول شدید. و ترکتم عیوبکم، و عیبهای خود را فراموش کردید، عیب خود را اصلاح نکردید، به عیب خود مشغول نشدید، به عیب مردم مشغول شدید. فلان این تو کرد، فلان اون تو کرد. دفنتم موتاکم،
مرده هاتان برده گور کردید، دفن کردید و از دفن کردن و گور کردن یا عبرت نگرفتید. انا این است. بس همین سبب دعای شما مستجاب نمی شود و همین گونه دعای ما مستجاب نمی شود و همین گونه ما در خاری و ذلیلی و پستی هستیم به همین سبب که دین الله ترک کردیم. این است جواب امام. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب مفلحون سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.